همزمان هر فرصتی یه سری مزایا داره و سری موقعیت‌ها و یه سری میتونه ریسک‌ها و خطراتی. چیزی که امروز فکر کنم خیلی داره راجبش صحبت میشه. ماینینگ بیت کوین در واقع تا سال 2140 به اتمام میرسه. جالب، یعنی این امکان وجود داره که هر فردی بتونه این استخراج رو انجام بده. یعنی بحث استخراج بیت کوین و ماینرها بره تو فضای زیرزمینی که افراد از برق دزدی‌ها و داستان‌های مختلف استفاده کنن، دستگاه قاچاق بیاد و هزار و یک اتفاق بیفته. یعنی اجازه قانونی کار کردن هم توی زمینه هست. بله دستگاه همه مجوز میگیرن، آگاه نیستن، صرفا فکر میکنن آره ما یه دستگاه بخریم مثلا 400 میلیون 200 میلیون قدرت بالا بذاریم یه گوشه کار کنه. نه، اینقدر راحت نیست. که از سرمایه خیلی کلانی داره، اصلا نمیخواد به درآمد ماهانش فکر کنه، میره قانونی فارم یا مزرعه بزرگی از دستگاه ماینر میزنه، پول برقش هم میده، مالیاتش هم میده، دنباله که فقط بیت کوین رو به عنوان دارایی سرمایه خودش اضافه کنه، اصلا به فکر فروختن ماهانش و سالانش نیست. کل بازارهای مالی هر کدومشون ریسکای خاص خودشونو دارن. این ریسک چیز عادیه که حالا فردی که میخواد در نهایت سودای خیلی خوبی رو هم ببره، این ریسکش هم مطمئنا باید بپذیره. خطایی که خودشون هست، تنبلی و اهمالکاری خودشونو با ریسک اشتباه میگیرن. نه، من آگاهانه چیزو کامل بررسی میکنم، جوانبی که میتونم بررسی بشه رو کامل میسنجم، بعد که وارد میشم اون موقع اسمش هست چی؟ اینکه خب حالا احتمالات عجیب غریبی هم میتونه پیش بیاد که خارج از پیش بینی من بوده و اون اسمش ریسک. خب توی اپیزود امروز قرار شد که راجع به فرصت‌هایی که در مارکت‌های کریپتو وجود داره صحبت بکنیم و شما برای ما بگین که اصلا چه فرصت‌هایی هست و چطور میشه ازشون استفاده کرد، معایبشون، مزایاشون و حالتهای کلیشون رو برامون یه توضیح بدین. مرسی ازت. یکی از نکات اصلی که باید بدونیم اینه که فرصت‌ها دقیقاً همونطور که اسمش میاد همزمان هر فرصتی یه سری مزایا داره و سری موقعیت‌ها و یه سری میتونه ریسک‌ها و خطراتی داشته باشه. کسی که آگاه اولا درست انتخاب میکنه، دوما که تصمیم گیریش چون آگاهانه هست میتونه مدیریت کنه اون ریسک‌ها یا احتمالاً خطراتی که هر بخشی همراه خودش داره. خب اولین بخشی که میخوام شروع کنم یه معرفی کلی کنم، فرصتایی که در حال حاضر میشه بیشتر دربارشون صحبت کرد. اولین بخش ماینینگه. خب ماینینگ بیت کوین رو ما اول صحبت میکنیم، بعد از اون وارد بحث سرمایه گذاری اینوستمنت میشیم تو اپیزود بعدی و بعد از اون وارد مبحث ترید یا معامله گری میشیم که خیلی ترند بوده، هست و خواهد بود. بعد از اون فرصت هایی مثل NFT و ایدراپ هم حتما دربارشون کامل صحبت میکنیم. چیزی که امروز فکر کنم خیلی داره راجبش صحبت میشه. دقیقاً هم ترند هست، هم در واقع جذابیت های خاص خودشو بیشتر از قبل داره. اما اولین موضوع درباره ماینینگ. خب ماینینگ در واقع برای چندین و چند رمزارز ساختارش هست، اما شروع این داستان یا مهمترین این بخش برای خود بیت کوینه که اتفاق افتاد. اصلا اول ببینیم ماینینگ چی هست. این کار ماین کردن کاری که در واقع معدنچی‌ها یه جورایی انجام میدادن، استخراج میکردن، مثلا فلزات و طلا و داستان این چنینی‌ها. خب یه دارایی مثل طلا با دستگاه‌های مکانیکی امروزی باید ماین بشه، اما یه دارایی که مثل بیت کوینه با پردازش‌های سنگین کامپیوتری باید بیاد چیکار کنه، یه سری مسائل پیچیده‌ای که توی ریاضی هست رو حل کنه و اصطلاحاً استخراج کنه. و ماینینگ بیت کوین در واقع تا سال 2140 به اتمام میرسه و از اونجا به بعد 21 میلیون بیت کوین بین همه مردم در واقع تقسیم شده. تا الان نزدیک به 20 میلیون هم استخراج شده و این شکلی که هر 4 سال سختی این استخراج ها بیشتر میشه و پاداشی هم که به ماینر داده میشه نصف میشه. یعنی سختی ها چند برابر و از اون طرف پاداش ها نصف میشه. چه جالب، یعنی این امکان وجود داره که هر فردی بتونه این استخراج رو انجام بده، یعنی عموم باشه یا اینکه نه حتما افراد خاصی باید این کار رو انجام بده؟ مرسی ازت. ببین یه داستانی هست، این روزهای اولی که بود خب چون سختی شبکه خیلی کم بود، با پردازشگرای کامپیوتری مثل لپتاپ‌های خوبی که بود اون زمان شاید میشد که ماهانه مقداری در واقع بیت کوین خوبی استخراج کرد.
اگر طرف آگاه بود و میتونست استفاده کنه، که تعداد خیلی خیلی اندک شماری این قضیه رو میدونستن و استفاده کردن. اما بعدها که سختی شبکه هر 4 سال خب و به مرور بیشتر و بیشتر میشد، دیگه با لپتاپ ها این کار امکان پذیر نبود. اگه این اتفاق میافتاد یا لپتاپ میسوخت یا اصلا عدد خاصی به شما پاداش نمیداد و باید دستگاه‌هایی به نام دستگاه ماینر که برندهای مختلف، شرکت‌های مختلف شروع کردن به تولیدشون که پردازشگرای قوی دارن و تخصصی برای ماین یا استخراج بیت کوین اومده بودن، از اون استفاده میشد. که امروزا دیگه برندهای زیادی هستن و دستگاه‌هایی هستن که به شدت قدرت قوی دارن و میتونن ماهانه بسته به اون قدرت دستگاهشون یک درآمد خوبی برای اون فردی که اصطلاحاً صاحب اون دستگاه هست داشته باشن. اما چالشی که داره اینه که خب ما تو ایران داریم زندگی میکنیم، قوانینی که هست سختگیرانه هست، تو همه جای دنیا اینطوریه، اما خب اینجا مالیات‌های خاص خودش هست. یه وقتایی تو ساعتایی که پیک مصرف هست باید دستگاه در واقع هر کدومشون خاموش بشن. بهشون میگن جایی که چندین دستگاه هست بهشون میگن فارم. اون فارم ها یا مزرعه های بیت کوین باید خاموش بشن اگه بخوان افراد قانونی اصطلاحاً انجام بدن، نه زیرزمینی. که همین داستانا متاسفانه باعث شده که بحث استخراج بیت کوین و ماینرها بره تو فضای زیرزمینی که افراد از بردزدی‌ها و داستان‌های مختلف استفاده کنن، دستگاه قاچاق بیاد و 1001 اتفاق بیفته که هم این سمت داستان حق دارن هم این سمت. و خب این داستانی که برای رگولاتوری این قضیه رو حل کنه و فضا رو باز بذاره، چون ارزآوری خیلی خوبی واسه کشور ایجاد میکنه و به شدت جذاب میتونه باشه. نکته مهمی که هست اینه که خب ماینر مزایاش اینه که بدون دردسر با یه مصرف برق و یه اینترنت خیلی ناچیز میتونه به صخره‌ای وصل شه و در واقع اون کار ماین رو انجام بده و بعد از هر هفته یا هر ماه یه عددی بشه، بسته باز میگم به قدرت در واقع استخراج اون دستگاه، که اون مبلغ به خود بیت کوین تو کیف پول خود فرد هر جا باشه واریز میشه. نکته جالبش اینه که دیگه شما لازم هر دفعه چک بکنی. چک کردن با یه گوشیه، بخوای دستگاهتو چک کنی، بعد خیالت راحته که دیگه مثل کارگر که نمیاد هر دقیقه بهش بگی کار میکنی نمیکنی. این داره استخراجو کامپیوتر انجام میده، فقط کافیه شرایط محیطی درست ایجاد کنی، چون دستگاه‌های بیت کوین گرمای زیادی تولید میکنه و همچنین صدای زیاد و این گرمای زیادش هم باعث میشه که در واقع اون دستگاه نیاز داشته باشه که خنک بشه. مثل همه دستگاه، مثل لپتاپ و سیستم‌های مختلف فن کار میکنه. فنایی که تو اینا هم هست زیاده و برای اینکه بتونه خنک کنه دور فن یا سرعتش بسته به گرما زیاد میشه. محیط مناسب نباشه گرمای زیادتر و دور فن بیشتر و سر و صدای خیلی زیادی که بیش از تقریبا 60 70 و حتی تا 80 دسیبل میتونه صداش که در واقع افزایش داشته باشه. این گرمای زیادی که میگی آسیب زننده هم هست برای محیط اطراف؟ جالب بهتون بگم این گرمای عجیب غریبی نیست. یعنی مثلا فکر کنیم که وای یه گرمای وحشتناکیه. نه، گرمایی که مثل که لپتاپ داغ کرده شما دست میزنید و حالا نهایتاً میتونیم یه مقدار بیشتر در نظر بگیریم واسه دستگاه خیلی بزرگتر. و اگر میگم محیط خنکی باشه یا محیطی باشه که بتونه در واقع تهویه عالی داشته باشه، این گرما کمتر میشه و دستگاه هم عمرش بیشتره و هم بهتر میتونه ماینینگ خودش رو انجام بده، هم فن با دور کمتری کار میکنه، باعث میشه که سر و صدای کمتری ایجاد بشه. این بابت نکاتی که تا اینجا صحبت ها بود و ما اشاره کردیم به در واقع فضای این ماینینگ. اما نکته‌ای که هست بابت مزایایی که صحبت شد، معایبی که میتونه داشته باشم هست. ببینید خب این فضای زیرزمینی کار کردن یا حتی خب فضای در واقع قانونی کار کردن یه داستانایی داره. قانونی سیستم خودش که خب اینقدر هزینه برق، هزینه مالیات و داستانه خاص خودش، محیط خاص، نظارت‌های خاص هست، این سختگیری باعث میشه خب خیلی سمتش نرن. اون درصد کم هم که میرن دیگه باید شرایط ایدئالی داشته باشن که اینقدر خوب باشه که بتونن از این سود استفاده کنن که کمه. چه جالب. پس یعنی اجازه قانونی کار کردن هم توی زمینه هست. بله دستگاه همه مجوز میگیرن و در واقع بعد از در واقع مجوزهایی که گرفتن در محیط‌هایی که زیر نظر خود در واقع وزارت نیرو هستش و زیر نظر ارگان‌های زیرربط هستن، اینا در واقع فعالیت خودشون انجام میدن. برای میگم به خاطر درصد بحث مصرف فرق بالایی که داره،
مثل مصرف جاروبرقی 2500 وات 2200 وات میتونه باشه که 24 ساعت روشنه به علاوه همون سر صدا و داستانای جانبی که داره. خب برای افراد نمیصرفه که بخوان هم مصرف هزینه برق بالایی رو بدن، هم در واقع مالیات بدن، هم در واقع یه ساعتایی هم تازه خاموش هم بکنن دستگاه رو. برای هم میگم چون درصد کمی هست، من بیشتر درباره اون افرادی صحبت میکنم که میخوان وارد، حالا متاسفانه خوشبختانه وارد فضایی بشن که یه خورده دردسر داره و این نکات آگاه باشن. اولین داستان سر اینه که خیلی شرایط عجیبی شده. من سالی که 95 96 با این فضا آشنا شده بودم، شاید خیلی از رؤسای اداره برق اصلا نمی‌دونستن ماینر چی هست، ولی الان خب مصوبه‌های مختلف، سیستم‌های مختلف، بخش‌های مختلف اومده که اگه مثلا یه فردی متوجه شده جای ماینر هست، میتونن چیکار کنن؟ با یه گزارش پاداش بگیرن و در واقع اونجا رو اصطلاحاً لو بدن. و خب این فضا باعث شده که یه خورده استرس ایجاد شه واسه خیلی از افرادی که میخوان کار کنن. استرسی که خب اگه این اتفاق بیفته چی؟ خب دستگاهشون به عنوان دستگاه قاچاق شناسایی میشه، کارشون به عنوان کار قانونی شناسایی میشه و میتونه این اذیت کننده باشه. این استرس هر روز همراهشون هست. افراد خاصی هستن که شرایط ایدئالی دارن که حاضرن این استرس رو قبول کنن و وارد این سیستم بشن و این مورد رو شروع کنن. اما جدا از اون باید برق رو تامین کنن. برق با آمپر قوی، با شرایط قوی، محیط باید با سیستم بروردتی یا سرمایشی قوی که بتونه دستگاه رو خنک کنه، خروج و تهویه گرما از اون محیط و میگم همه و اینترنت و فضایی که خود همون استخرایی که اون داخل هست باید ایجاد بشه، یه وقتایی باید تغییر پیدا کنه. این چیزایی هستش که من به نوبه خودم دیدم و از نزدیک باهاش مواجه بودم چند سال پیش و میدونم که افرادی که آگاه نیستن صرفا فکر میکنن آره ما یه دستگاه بخریم مثلا 400 میلیون 200 میلیون قدرت بالا بذاریم این گوشه کار کنه. نه، اینقدر راحت نیست. شاید بگه آقا من پول برقشم میدم. خب این پول برقو میدم، اگه شناسایی بشه و دستگاه مجوز نداشته باشه میتونه باعث آسیب بشه، هم به وسایل خونه‌ت اگه بخوای تو این فضاها بذاری، هم در واقع باعث این بشه که اگه دستگاه تازه مجوز نداشته باشه به عنوان دستگاه قاچاق و هزار یک اتفاق بعدش. اینا رو گفتم که افراد در جریان باشن. بله مزایای قشنگی داره، درآمد به دلار، به بیت کوینی که میشه گفت حالا نه هر ماه و هر سال ولی هر 3-4 سال روند میانگینش همیشه رو به رشد بوده. وسوسه برانگیز قاعدتاً. بله، هم وسوسه انگیزه، هم جذابه. درآمد بالای تورم به دلار و بدون دردسر دستگاه میخری، پولی که میخوای بذاری تو بانک دستگاه رو میخوای کار میکنه، پول برقش هم بدی جذاب میتونه باشه. اما نکتهش اینه که آگاه هستم به این احتمالی که الان اشاره شد و تمام اون شرایط رو میتونم ایجاد کنم یا نه. یکی از سرمایه خیلی کلانی داره، اصلا نمیخواد به درآمد ماهانش فکر کنه، میره قانونی فارم یا مزرعه بزرگی از دستگاه ماینر میزنه، پول برقش هم میده، مالیاتش هم میده، دنباله که فقط بیت کوین رو به عنوان دارایی سرمایه خودش اضافه کنه. اصلا به فکر فروختن ماهانش و سالانش نیست، گذاشته واسه 5 سال 10 سال دیگه. تعدادشون هم اندکه. قطعاً اندکه. و خب اینا اصلا 100% میرن فضای قانونی و به اینجور افراد اگر دارن در واقع این فضا رو گوش میکنن حتما همین رو پیشنهاد میدم که دردسر کمتر و آرامش بیشتری داره. اما خارج از ایران هم در واقع خیلیا این قوانین و سختی‌ها رو دارن و فکر نکنیم واسه ما تو ایران هستش و خیلی از کشورها به صورت حرفه‌ای، خود امریکا، چین سال‌هاست و خیلی کشورهای بزرگ دنیا این سیستم رو میبرن جلو و خب با اینکه خیلی‌هاشون ممنوعیت ایجاد کردن مثل چین و خیلی داستان‌های دیگه که کشورهای دیگه داشتن، باز همین الان مثلا آمریکا جزو قوی‌ترین کشورهای دنیاست که در استخراج بیت کوین ماینرها و فارم‌های خیلی وسیعی داره که انرژی رو فقط از برق عادی که مردم استفاده میکنن نمیگیرن، میتونن از گاز، از فضای انرژی خورشیدی، انرژی بادی، از این فضا استفاده میکنن که این فضا هم تا جایی که من در جریان بودم تو ایران هم در واقع مجوزاش هست، میتونی اگر ایجاد کنی میتونی از برقی که خودت اوکی میکنی بگیری که اصلا هزینه برق ندی. خواستم بگم این داستانا هم داره ولی میگم این برای افراد خاصی هستش، اینجوری نیست که عموم به راحتی داشته باشن. تازه بر فرض اینکه تو اون پولی که برای دستگاه ماینر میذاری باید در نظر بگیری که قطعاً اونم مثل بخشای دیگه‌اش باید پول مازادت باشه. اگه اصل زندگی تو بفروشی بخوای بری وارد این بکنی که خب من دستگاه ماینر بخرم ماهی مثلا بیاد 50 تومن 60 تومن بده، یه عام میتونه اتفاقی بیفته مثل زمانی که ما دیدیم که 1 سال 2 سال بازار تو افته
و بالا هم نمیره و اون موقع است که حتی پول در واقع هزینه‌های خودش هم شاید دستگاه در نیاره. افرادی که به این داستان آگاه نباشن و صرفا با 4 تا شنیده‌ای تو فضای مجازی وارد این محیط این اتفاقات روز و آپدیتی در فضای بیت کوین بشن، میتونن آسیبایی ببینن که جبران پذیر نیست. یعنی بعداً حتی در فروختن همون دستگاهشون هم به چالش میخورن، چون چیزی نیستش که همه جا بخوان و همه جا هم تو بتونی اشاره بهش بکنی که من اینو دارم و الان میخوام مشتری بگیرم. خود همین دستگاه هم نکته اینجا بگم، انقدر بعضیشون کار کرده است و در واقع ضعیف و داغون هستش که با تعمیر وسیله شما متوجه نمیشین شاید دستگاه رو اگر از مرجع درستی به روش همین قانونی یا مجوزدار نباشه بگیرین، میتونه چالش برانگیز باشه و دوچار این بشه که طرف اصلا دستگاهی بخره که مثلا 5 سال کار کرده یا 2 سال 3 سال به بدترین شکل استفاده شده و تو ظرف 6 ماه میبینی کار کرده و خراب شده. خیلی مهمه، میگم تک تک این آیتم ها و پارامترها باید بهش توجه کنن، از محیط، از دستگاه، از سیستم برقش، سیستم خنک کنندش، اینترنتش، همه اینا رو کنار هم بذارن و با همه اینا اشراف داشته باشن. اون موقع باید تصمیم بگیرن، به علاوه اینکه نکته مهمش پول مازاد، تازه من بخوام این بخش رو استارت بزنم یا نه. در غیر این صورت اینقدر زود گول نخورن و فکر نکنن همین دیگه، یه دستگاه میخریم یه گوشی میندازیم کار میکنه پول میده. در کل که بازارهای مالی هر کدومشون ریسکای خاص خودشونو دارن. بله. یعنی اینجوری نیست که بگی هیچ ریسکی نداره و من اینو میگیرم و همه چیز گل و بلبل پیش میره. بله. این ریسک یه چیز عادیه که حالا فردی که میخواد در نهایت سودای خیلی خوبی رو هم ببره، این ریسکش هم مطمئنا باید بپذیره و انجامش بده. حرفتون رو قبول دارم که قطعاً ریسک بیشتر میتونه سود بیشتری هم بده، اما داستان سر اینه که یه وقتایی ماها یه چیزایی رو در ارجحیت قرار میدیم که در کل طبق اصول، طبق علمی که اثبات شده است، طبق تحقیقاتی که شده اشتباهه. اونم بحث آرامشه. ببین من میام میلیاردها پول به دست میارم ولی در راستای به دست آوردن این کلی چیز از دست دادم، از جمله مهمترین داستان آرامشه. نمیگم هیچ اتفاقی برام نیفته در کمال خونسردی من پیشرفت کنم، نه، میگم یه سری ریسکا منطقیه. یعنی من با آگاهی درست، علم درست وارد یه داستان میشم، خب ریسک میکنم و طبیعتاً میتونم پیشرفتی داشته باشم. ریسک نکنم اصلا اتفاق نمیفته اصلا. ولی یه جایی هست من آگاهی ندارم، دنبالشم نمیرم، با 4 تا حرف دوست و آشنا و یکی همینجوری زده میرم پول میذارم و مثلا این قضیه رو استارت میزنم. اون دیگه بحثش ریسک نیست، راحت بخوام بگم حماقته. و متاسفانه معنای ریسک و حالا بحثش خیلی مفصله که من بخوام الان باز کنم، ولی خیلی به این شکل اشتباه میگیرن. خطایی که خودشون هست، تنبلی و اهمالکاری خودشونو با ریسک اشتباه میگیرن. نه، من آگاهانه چیزو کامل بررسی میکنم، جوانبی که میتونم بررسی بشه رو کامل میسنجم، بعد که وارد میشم اون موقع اسمش هست چی؟ اینکه خب حالا احتمالات عجیب غریبی هم میتونه پیش بیاد که خارج از پیش بینی من بوده و اون اسمش ریسک. درسته. مرسی از تمام توضیحات فوق‌العاده‌ای که در رابطه با بحث فرصت ماینینگ برامون دادیم. ما اپیزودهای بعدی رو هم قطعا خواهیم داشت در رابطه با هر موضوعی که فرصت‌ها رو شما امروز اعلام کردین و توی اونها بررسی خواهیم کرد. مطمئنم دوستان بیننده عزیزی که این اپیزود رو دنبال کردن، اگر که دوست داشتید همراه ما باشید حتما سابسکرایب بکنین و لایک بکنین این اپیزود رو، و اگر که از پلتفرم‌های دیگه‌ای دارین این پادکست رو گوش میدین، پیشنهاد میکنم که به عزیزانتون و دوستانتون هم معرفی بکنین تا با آگاهی کامل در واقع اصولی بتونن از این آموزش‌ها استفاده بکنن.